برنامه جدید مصطفی عزیزیار با شبنم ثریا و جنگ همسر مصطفی عزیزیار با شبنم ثریا. اما چرا؟ مصطفی عزیزیار با همسرش در کجا زندگی می کند؟ همسر مصطفی عزیزیار آیا با واقعیت دختر امیرجان صبوری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مصطفی عزیزیار مجری موفق، گرداننده توانا و نام آشنا در میان رسانه‌های افغانستان بود. مصطفی عزیزیار لقب صدای اطلاعی در تلویزیون طلوع را از آن خود کرده بود. مصطفی در سن نوجوانی کار با رسانه‌های اجتماعی بالخصوص تلویزیون طلوع را آغاز کرد و تا زمان سقوط حکومت در افغانستان با این تلویزیون همکاری داشت. مصطفی در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای کار می‌کرد و پربیننده ترین برنامه وی چای با مصطفی عزیزیار و برنامه ستاره افغان بود. مصطفی با دختر امیرجان صبوری سودا صبوری ازدواج کرد و ثمره ازدواجش اکنون یک پسر می باشد. مصطفی قبل از تغییر رژیم حاکم در افغانستان برای تفریح با همسرش به کشور ازبکستان رفت. مصطفی عزیزیار در کشور تاجیکستان هم به کارهای رسانه‌ای خود ادامه داده است. چند قبل مصطفی عزیزیار با شبنم ثریا و آریانا سعید کنسرت بزرگی را در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار کرد که در این برنامه رفتار نامناسب شبنم ثریا با مصطفی موجب خشم همسرش شده بود و همسر مصطفی عزیزیار با شبنم ثریا رفتار آنچنان خوبی نکرده بود و مصطفی عزیزیار بعد از ثبت این برنامه تاکنون دیگر برنامه اجتماعی نداشته است. خانم مصطفی عزیزیار در شهر تاشکند ازبکستان آرایشگاه دارد و در پهلوی آن چینل یوتیوب دارد و ولاگ های از جریان زندگی روزمره‌اش نشر می کند. مصطفی عزیزیار در انتظار قبول کیسش به کشور کانادا می باشد. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی چهره های رسانه‌ای کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان مصطفی عزیزیار به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.